سرخی چشم کبوتر هیچ میدانی ز چیست؟ نامه ام میبرد و بر حال دلم خون میگریست. در خدمت یگانه ابر استراتژیست نظام آیا دکتر بزن بهادر هستیم که با ضربه سر روی کورنری که خودش زده هر دروازه‌ای رو باز میکنه جز دروازه بخت نظام. شعر زیبایی که اجرا کردم آیا دکتر عطف به نامه دزدکی و لو رفته مقام عظماست. که چشم از غیب گفتی. مثلا اگه نمیگفتی فکر میکردیم مربوط به نامه تو به من بوده. راحت بشی برو سر سوالات. آیا دکتر از من نخواین که تحقیق بدم، نه به خاطر ادب و نزاکت بلکه به خاطر خنجری که همین الان تو پشتمه، خنجری که مقام عظما فرو کردن تو پشت همه دلواپسا. اینو نشونتون میدم. این همون نامه‌ایه که روزنامه زاله وال استریت جورنال جور کرده. آره کاغذه ولی زخمش از 100 تا خنجر کاری تره. سلاح کشتار جمعی بسیجی هست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که یه کاغذ گوله کردن زدن تو کله مشنگه دراز به دراز افتاد رفتن نگاه کردن دیدن توش نوشته پاره آجر. آیا دکتر این هفته سخنگوی آقای ظریف خانم افخم هم اونم پاره آجر خورده تو سره؟ نه خیر نه پس خیر. چی نامه داده به یه غریبه؟ نه خانم افخم گفته نامه عظما مال خیلی وقت پیشا بوده، خلاصه سعی کرده سنبل کنه. اصلا چرا میخوایم این نامه رو پنهون کنیم؟ خب معلومه به خاطر اینکه ما با آمریکا رابطه سیاسی نداریم. منظورتون چیه آیه دکتر؟ اگه مقام عظما رابطه سیاسی هم نداشته باشه پس نامه نوشتنش چیه؟ ای بسوزی عشق پیری گر به جنبه سر به رسوایی زنه. چی گفتی؟ چی شد اونجا؟ هیچی آقای دکتر، گفتم دکتر با ضرب سر مثل روسی گل میزنه. البته تو مسابقه زندگی گل زدن مهم نیست، گل شدن و گل موندن مهمه. به خاطر همینه که تو بعضی وقتا اینقدر مهمی. شرمنده میکنه آقای دکتر. شما میدونین فرق رفاقت با قیافت چیه؟ چیه؟ رفاقت 5 حرف داره اما قیافت حرف نداره دکتر. میخه کلامت لاستیک که دلمون رو پنچر کرد تا بیزاپاس تو جاده رفاقت بمونیم. وای دکتر غروب جاییه که آسمون برای زمین میمیره. غروب تیم دکتر. شرمنده اخلاقتم ولی نمیخواد غروبم باشی. مجری برنامه باش. مقام عظما رو وسط زمین و هوا ول کردی با یه نامه لو رفته آبروریزیدار. بعد داری قربون صدقه من میری. رشته کلامو گم کردی. داری دنبال طلوع و غروب میچرخی برای خودت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که مشنگه با دوستش رفتن مسافرت. اونجا رفتن یه گشتی تو شهر بزنن. بعد 2-3 ساعت مشنگه گفت ای داده بیداد هتل رو گم کردیم. دوستش گفت بدبخت شدیم که وسایل چی میشه؟ مشنگه گفت وسایلمون به درک، هتل مردم رو گم کردیم، فکمون پیاده است. روشن شد یا همچین بزنم که هتل رو گم کنی این وسط. خودمو نه ولی دوباره آتیش دلم رو روشن کردین آی دکتر. آی دکتر بنا نسبت خودتون رو یه لحظه بذارین جای یه بسیجی معمول سیلی خورده هیچی نفهم حق نداره از خودش بپرسه چطور تک زنگ اون سال حاجی روحانی یا راه رفتن امسال ظریف رو کردیم تو بوق و یاقمون رو جر دادیم و هنوزم داریم میزنیم تو سر این دوتا فلک زده بدبخت. ولی نامه‌نگاری دزدکی اشکال نداره. مقام عظما هم بله. وای به روزی که بگندد نمکش میزنن. مشکل بسیجیه اینه که زودتر از موقعی که شعورش آمادگیشو داشته باشه یه خبری رو گرفته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که رو دسته صندلی نوشته بود وقتی زلزله اومد پشت صندلی رو نگاه کنی. یارو پشت صندلی رو نگاه کرد دید نوشته الان نخره وقتی که زلزله اومد. روشن شد یا همچین بزنم که زلزله بیاد این دور و برا. آیا دکتر یه بسیجی معمول سیلی خورده هیچی نفهم گفته حالا ما بیشعور ولی چطوره که نامه به جوانای ژیگول اروپا و آمریکا رو 100 جا تو بوق میکنیم نامه به شخص اول مملکتشون رو دزدکی میندازه تو باغچه کاخ سفید که گیر وال استریت جورنال بیفته. بیشین تو هم بابا مگس هم به وساطت رو تو میشینه.
حالا داری از عضما ایراد میگیری، ناکس ادای استراتژیستا رو در میاری واسه ما، اومدی تقلید کنی را رفتی. بسیجی مشنگ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن ادای بچه کوچولوها رو در بیار، زد لباسش رو کثیف کرد. دومین ضربه کمر شکن هفته گذشته به بسیج بازم از ناحیه و از جانب مقام عظما بود. با اعترافاتشون که گفتن فردو و عراق و نطنز و همه رو بستیم، هر کاری هم گفتین کردیم، ولی تحریما رو ور نداشتین. همین کارا رو میکنن که این 4 تا بسیجی هم که موندن همینجور دارن مثل بارون شر و شر میریزن. آیه مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت سربازی، تو آموزشی بهش گفتن اگه 3 تا سرباز دشمن بیان به سمت چه کار میکنی؟ گفت پدر هر سه‌شون رو در بیارم. گفتن اگه 5 تا بیان چی؟ گفت آسفالتشون میکنم. گفتن اگه 10 تا بیان چی؟ گفت میذارم لهشون میکنم، اعلامیه میکنم میچسبونم به دیوار. گفتن آفرین به شجاعتت، حالا اگه 100 نفر با 10 تا تانک و 4 تا هواپیما بیان پشتیبانیشون، اون وقت چه کار میکنی؟ گفت میگم خاک تو سر ولی فقیه که غیر از من کسی رو نداره. دکتر اونم ریخت البته. بله اینطوری که از ابهت ایشون زده میشه و حاجی رفسنجانی صحبت از رهبری شورای اینا میکنن و میپرن رو کله مبارکشون و میگن نامرد تو خودت گفتی نمیتونی تا آخر عمر ولی فقیه باشی، خفقون میگیری، پس چرا حالا از ولی فقیه کوتاه نمیای؟ اونم الان که مذاکرات رسیده به تعیین تکلیف این حرفا رو میزنه که خیلی بیخ داره. تا حالا مذاکرات دم مارمولک بود، هر چه میخواستن قیچیچ کنن باز در میومد، کش اومدنش کاری نداشت. عین سریال یه روز خودشو میدیدیم یه روز هم تکرارشو، همینجوری داشتیم میرفتیم جلو. اگه این کشی غرق بشه آی دکتر که حاجی رفسنجانی هم همینو دارم میگم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دندونا به زبون گفتن اگه یه کوچولو گازت بگیریم بریده میشی. زبونم برگشت گفته نده، همه تو با هم بشینین سر جاتون خفقون بگیرین، اگه موقع حرف زدن یه زر اضافه بزنم کل 32 تاتون باید بریزیم بیرون. ای دکتر خیلی بحرانیه، خواهشاً یه بحثی بکنین که از این بحران استراتژیکی عبور کنین. بعضی وقتا عبور کردن خطرناکتره، بحثی وجود نداره که تو رو دلداری بده، با چی میخوای عبور کنی، هر چه بیشتر بفهمی داغونتر میشی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پل هوایی رو ساختن که آدم جونش در امان باشه، ولی بعضی شبا که میخوای رد شی نگاه میکنی بالا انقدر گردن کلوف خوابیده که اگر وسط اتوبان با چشم بسته سینه‌خیز رد بشی سالمتر میرسی به مقصد. آی دکتر با این وضعیت نظام پس خداییش یه دلیل منطقی بیارین که من خودمو نکشم. این یکی رو دیگه خودت میدونی، بحثی براش نداری. آی دکتر خواهش میکنم بشینین سر جاتون، یعنی میگی من خرم که برم برای مقام خدا